یک ذکری از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت شده، کسی که بگوید لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو على كل شیء قدیر، کسی که این ذکر بخونه در یک روز 100 بار بخونه، انگار که 10 تا برده آزاد کرده، این یک، و 100 نیکی بر او نوشته میشه و هر نیکی هم 10 برابر میشه، 100 گناهش پاک میشه. اگر این 100 بار صبح خوندید، همان روز از شیطان سپری میشه برای تو، یک از شیاطین، شیطان به تو نمیتونه نزدیک بشه، جنها، سحر، جادو، چشم و حسد به تو نمیتونه اصلا ضرری برسونه. تا شب، از صبح تا شب در پناه الله هستی با خواندن این ذکر 100 بار. و اگر شامگاه بخونی، عصر بخونی، شام بخونی، تا صبح هیچ شیطانی، هیچ سحری به تو ضرر نمیرسونه. نهایتش، آخرین فضیلتش